سلام دوستای عزیز، امیدوارم در جای هستین خوب باشین. میپردازیم امروز به طریقه خانه‌پوری کردن فرم گرین کارت لاتری امریکا. خب وارد صفحه میشیم. بعد از ما یک کد میخوای، کد در خانه خالی وارد میکنیم. NHEUHC. بعد سابمیت میکنیم یا انتر. پس منتظر میباشیم که صفحه اصلی وارد شد. پس صفحه اصلی باز شد. حالا مشخصات خودم می نویسیم. لاست یا فامیل نیم یا اسم امو تخلص یا اسم خانوادگی رو وارد میکنیم. فرض مثال یک ما به طور مثال می فرم خانه پوری میکنیم. مثالش نشته میکنیم اکبری و اینجا هم تخلص اسم خدا وارد میکنیم، مثلا فرهان. میدل نیم نداریم یا مهم نیست، اگر اضافه کنین یا مهم نیست. اینجا جنسیت وارد میکنیم، میل من، فیمیل زن، میل. بعد میایم به گزینه سوم. اینجا تاریخ تولد می نویسیم، یک تاریخ تولد از دل خود می نویسیم، مثلا 12. اینجا می نویسیم روزشم 12، ماهشم 12، روزشم 12. سالشم فرض مثال می نویسیم 1995. درست؟ میایم پایین تر. گزینه چهارم، در کجا تولد شدی؟ افغانستان یا کابل. ما به خاطر از این میگم ساده تر شود که خب در کدام کشور؟ افغانستان. اینجا را زیاد دقیق باشین که خیلی ها اشتباه میکنم، مثلا میگم من در بیرون هستم یا در ایران، ترکیه، جرمنی، فرانسه هستم، اینجا کجا را انتخاب بکنم؟ نه خیر دوستای عزیز، شما اینجا رو متوجه باشین، یس انتخاب میکنین به دلیل از اینکه این واجد شرایط بر کسایی هسته که از امو کشورها اسمش گنجانده شده. افغانستان هستین، پس شما امو یس انتخاب بکنین. مهم نیست که در هر جای باشین، ولی از افغانستان هستین، با امو خاطر یس انتخاب بکنین. خب برمیگردیم میایم به گزینه افتام، بخش افتام. اینجا عکس بسیار دقیق باشین قبل از اینکه وارد صفحه شوین. اینجا بر شما گفته که این سایز عکس باشه، عکس صاف باشه. عکس اینجا انتخاب میکنین. اینجا هم آدرس داره، اینکه اصلا گزینه ای را انتخاب نکنین، غرض نگیرین. میایم به بی، شماره بی آدرس داره. آدرس در هر جایی که هستین، اگر در کابل هستین، اگر در مزار هستین، اگر در کشورهای جایی که فعلا حضور دارین، او آدرس در اینجا درج میکنین. مثلا کارت دو گرفتیم، لاین دو رو یا آدرس دو رو مهم نیست که اگر بتین، چون همو بیر انتخاب کردین. سیتی یا تاون شهرتان انتخاب میکنین، هر جا که گفتم باشین. اگر ایران هستین، ترکیه هستین، ساده تر بنویسین که یادتان نره و بسیار دقیق باشین. کابل می نویسی میره هم. خب اینجا هم افغانستان می نویسیم یا پروینس کانتری. اینجا زیپ کود یا آدرس پستی تان و افغانستان اگه باشین. خب نمیفهم که چه قسم است، ولی اگه بیرون هستین میتونین وارد بکنین، ولی مهم نیست. خب در کجا میگه زندگی میکنین فعلا؟ مثلا میتونین ایران بگیرین، میتونین ترکیه بگیرین، افغانستان بگیرین، هر جا که هستین. Where do you live now? Today. بله اینجا شماره تلفنتون رو بنویسین اگر داشته باشین. خب نداشته باشین هم مهم نیست. بخش 11 ایمیل آدرس. ایمیل آدرس باید داشته باشین. اگر ندارین از خانواده تان بگیرین.
چون که شما در ایمیل آدرس امو تاییدی را شما دریافت میکنین. با این منظور باید شما یک ایمیل آدرس داشته باشین. اگر نداره یک ایمیل آدرس میتونین درست بکنین. فرض مثال احمد دات مثلا کابل @gmail.com. همین خود یک ایمیل شد. پسوردش با خود داشته باشین، فراموش نکنین، یک ورق بنویسین، به همین شکل یک ایمیل درست بکنین. دیگه ایمیل آدرس دوباره اینجا تکرار میکنیم، مینویسیم خانه دوم یا بی، بعدش میریم به گزینه 12. اینجا را بسیار دقیق باشین که البته من وارد صفحه شدم، جزئیات مطالعه کردم، نوشته بود که حداقل کلاس 12 را باید به اتمام رسانیده باشین. اینجا کسایی کلاس 12 را خلاص کردن نباید پرایمری سکول اونلی نوشته کنین، اما سکول نوشته میکنین، انتخاب میکنین، مثلا میگه های سکول دیگری، تمام. و کسی مثلا از دانشگاه فارغ شده میتونه نوشته کنین یونیورسیتی دیگری، از او بالاتر ماستر است و این است. خب مثلا فرض انتخاب من انتخاب میکنم یونیورسیتی دیگری، فارغ التحصیل مثلا دانشگاه. بعد به بخش 13 میاییم، حالت مدنی. حالت مدنی دان چی است؟ ما بگیریم میرم مثلا به فامیل یا فامیل کوچک یا خانوادگی فرم خانه پوری میکنیم، میگیریم گزینه دوم را. گزینه دوم را انتخاب میکنیم و در اونجا نوشته است که همسر ما، یکی از شما پارتنر همسر ما سیتیزن یا سیتیزن USA امریکا نیست یا نداره. خب میایم پایین تر، اگر هر چیز بود این حالت داشتین امور انتخاب میکنیم. حالا ما فامیلی گرفتیم. اینجا اطفال تا انتخاب میکنین که چند تا اطفال دارین، 1 تا 2 تا 3 تا. بعد به همین شکل صفحه بعدی میایه که مشخصات همون اطفال اسمش، سال تولدش نوشته میکنین. مثلا فرض میکنیم 1 طفل میگیریم یا 2 تا یا 1 تا. کانتینیو میکنیم، این شکل صفحه بعدی باز میشه و به همین شکل ادامه میتیم. بعد سابمیت میکنیم. اینجا یک اشتباه داشت، چون به دلیل از اینکه سایز عکس یا من عکس انتخاب نکرده بودم و بله در عکس بسیار دقیق باشین. دیدی اونجا بر من گفته که مشکل در عکس پیش آمده. خب من چون اصلا فکر کنم انتخابم نکرده بودم. عزیز در عکس متوجه باشین، در ایمیل آدرستان، ایمیل آدرس فراموش نکنین که بر شما دمو دریافت میکنین. دیگه این طریقش اگر خواستین میتونم بر شما یک ویدیو دیگه هم درست بکنم، ولی به این شکل به طور ساده بیان کردم. امیدوار هستم شما فکر کنم تا هفته نوامبر ماه بعدی وقت دارین، میتونین راحت فرم لاتری گرین کارت امریکا را خانه پوری بکنین. امیدوار هستم که مورد علاقتان قرار گرفته باشه. اگر کدام مشکل یا پیشنهاد دیگه هم داشتین میتونین در کامنت بنویسین، من در فرصت دیگه میتونم یک ویدیو درست بکنم. شب خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدارتون.